من باید واقعیت رو بهت بگم. به من 2 تا زن دارم، 4 تا زن صیغه‌ای دارم، 5-6 تا بچه، 2 سالم زندان بودم. وای ترسوندی منو. فکر کردم ماشین مال خودت نیست. نه ماشین مال خود. حتما باید دستت بچسبه. اینم نمیتونی برداری از اینجا مثلا. بابا همونجوری که وایستادی چون خیلی دوستت دارم میخوام برات یه شعر بخونم. شاعر میگه یه عالمه گردو توی گونیه، بابای من یه آدم خوبیه بابای من یه آدم خیلی خوبیه. داره غذا درست. حسین لرستانی 3 تا آهنگ داره، اسماشون بچه ننه، بچه قرتی، بچه سوسول. احتمالاً آهنگ بعدش بچه کیون.